سلام بچه ها، خوش اومدید به ویدیو جدید من. در این ویدیو میخوام بهتون یه بازی رو نشون بدم که شاید بعضیاتون دیده باشی، بعضیاتون هم ندونی. این بازی جز نیست بازی نفوذی. این بازی مثل همون امانگاس میمونه، البته ایرانی ازش تقلب کردن. گروه اینجا خودش نوشته، ای بابا کجا بود؟ همین جا خودش هم زده برای خود طوفان حرمتش هم اینجا گذاشته. از توی مایکد و جای دیگه هم میتونید بریزیدش. حالا میخوایم با هم دیگه بازیش کنیم. این لباساشه، البته لباسای توی نسخه قدیمیش مثلا اینا رو نداشته بود. مثلا بعدش باید اگه بخواید باید چیز بخرید، 25 مثل امانگاس خودمون میمونه دیگه. مثلا اینجا 25 تا 500 تا 300 تا 50 تا 100 تا همه اینا هست. بعدش دیگه مثلا بزنید روش، نکنید من الان همونجا بودیم همون بزنید براتون چیز میاره. حالا من نمیخرم البته الان نمیاره، یه چیزی میآورد. یه دقیقه بچه من ویدیو رو استاپ کنم. خب بچه اومدیم بریم بازی. من اسم خودم رو گذاشتم راستین تنها. کلا از امانگاس چیز کردن دیگه، تقلب کردم. من میزنم روی یکی از 10. آهنگم داره، وایسه من آهنگشو برای شما بذارم. آهنگشو قطع کردم. آهنگش من خیلی ازش خوشم میاد. بزنیم سلام. من دارم، نه بذارید من بگم من یه یوتیوبرم. واسه من یه بچه این میندازه بیرون. تبلیغاتش فقط رو مخه. واسه خودم میدونه مد درست بکنه. نکنید اینجا همونجایی که مد میزنی بازی خصوصی و غیر خصوصی داره. خب قبلا 2 نفره کار نمیکرد که بزنی روی 2 نفر. سین تنها اینه اسمش سیاهه. خب نمیدونم چرا رو سبز افتاده. کسی دیگه هم بیا. نه باشه زینت دلبر. بسید اینجا رفتم مطابق بجمع. چی میگه؟ نمیذاره من چیز بگیرم، نمیذاره من خودم چیز میکردم همون چیزش حرف میزدم. بذار بگم بازی رو شروع کرد که اینطوری. وای این پاستره. وای ولم کن. این بازی باگای خودشو داره. من ازت نمیترسم. بیا جلو بیا. آره میخواد بیا. چرا میترسم؟ برو. وای نه من بس خود این هاید شده بهتونم یاد دادم. نه هایدو برم سی بزنم که بهش میگن جلسه. میگم نه ببخشید سلام. خب اینو زدم. دارم ازت
میگیرم خب میگیرم. خب بذار بگم سلام کن. اون از آن عالیه. خب سلام کن به بچه ها. سلام بس با رای بدی. خب من خودم بازی خصوصیو میزنم که بهتون یه چیزی یاد بدم. حالا بعدش این بازی باگایی داره که مثلا وقتی 2 نفرم شدین میتونید رای نداد. خدافظ بچه ها رفت از بازی بیرون و من درنده شدم شروع مجدد و دیگه نمیرید توی چیزش. این بده. من خودم ساخته بازی میزنم. بازی خصوصی چرا اینطوری شد؟ خب شروع بازی میزنم که بهتون با مپ خب راستی ببینید خودش یه چیزایی توی مثلا من قسم هست یاد میده. همه اتاقا گذاشته سایبری، مثلا دارم از این ور میخونم بهتون نشون بدم. سایبری، زباله‌دانی، مدیریت، موتورخانه، انبار، گلخانه، الکتریسیته، لابی، شبکه، امنیت، قفسه پایین، قفسه بالا، شبیه سازی و انبار. خب بریم توی شبکه. اینجا حالا مثلا میرید اینجا یه دونه تست داره میتونید انجام بدید. اینجا اتاق توی چیز بود، اونجا مثل بیمارستان مانند بود، اونجا رو اون شکلی کردن. اینجا یه تسکی داره که اینجا 2 تا تست داره خودتون میتونید انجام بدین. اینجا یه دوربین داره که اون هیچ کس نیست. خب تسک سیم داره، حتی مزخرفه از نظر من. اینجا یه چیز ترسناک، انگار یه نفر اینجا مثلا ما این زامبیه این باتون که ریخته بیرون و البته باید اینجا میدونه تسک دارن. برق خاموش کنید. البته برای من حالا برق خاموش نمیشه، اینطوریه. برق صدای باحالی هم داره. اینجا ونت داره مثل همیشه داره. تسکش بعضیاش از خود نکنید چقدر ایرانی ها تقلب کارن. البته زحمت کشیدن. حالا برم من چیز بکنم. این اتاق بهتون نشون دادم. درم اینطوری بسته میشه. بسته شده باش. جلسش همینه. بریم اینجا هم یه دونه سایبر تست داره. بریم اینجا هست، اینجا هم هست. خب فکر کنم بهتون بیشتر جا رو نشون دادم دیگه. خب بریم بسشیم خودمون یه بازی بسازیم. بزنم ساخت بازی 2 نفر. 2 نفر خب مثلا با جزویی بود. ای بابا بچه من ویدیو رو استوب میزنم. ما اومدیم میشه یه نفر بهش بگیم سلام من برم به کجاست. ای بابا میگیرم. سلام کنید به بچه ها لایک یادتون نره. همیشه اون لایک یادتون نره. و سابسکرایب هم بکنید. ازت ننوشتن. ازتون دارم. بعدش بعضیشون هم بی ادبن خیلی. ازتون دارم فیلم میگیرم.
فیلم میگیرم فقط بازی منم. چی؟ فقط بازی منم؟ سلام ازتون دارم فیلم میگیرم. بذار بزنم تو یوتیوب. تو یوتیوب آره دیگه واسه یوتیوب. نه تویوب نوشتم ببخشید. یوتیوب خب این رفرم که فقط بازی بس باشه. یه سر اصلا دارم فیلم میگم. یه چیزی هم نمیگم بازی رو شروع کنید. ای بابا من ایران زندگی میکردم ولی الان دارم فرانسه زندگی میکنم. برو بابا چی میگی؟ اگه فرانسه الان زندگی میکنی که ازتون فیلم میگیرم سلام کنید. منم خب بچه الان اگه فرانسه زندگی میکنی چرا بازی ایرانی میکنی؟ برو امانگاس بازی کن. من اومدم به بچه‌هایی که توی ایرانن دارم امانگاس، البته نفوذی رو دارم بهشون چیز میکنم، بهشون یاد میدم. فقط بازی دارم فیلم. بتمن وای سلام بنویسم. سلام بتمن. سلام بتمن. سیام شد. سلام بتمن. خیلی بالا. من خودم میخوام از اینا بگیرم. یه چت یا بازی هر دوش بنویسم. هر 2 سال نوشتم. هر 2 سال بزن بازی کنیم. من نه رفت توی استیکارا. چرا نفر دیگه نفوذی نشدم بچه ببخشید خیلی طول دارم میدم. ای بابا بکن بتمن فکر کنم این پاستر باشه. این پاستر نیم شاید هم باشه اینجا. خب اینید بازی من خودمم. این پاستر حسابانه البته نفوذی میگه. ببینم هر کسی نفوذی رو بازی کرده ایوان قسم بازی کرده باشه. چه ببینم توی بکنم بتمن مشکل بزن. یه نفر رو کشتم بزن. ای برو بابا اسمان چی شد؟ اسمان لفت نداره. نگه منم حالا نه من اینجا مرینت از بازی خارج شد. سامان عوض گیر چند نفر دیگه بیان. خب میگه چی شد؟ دستم خوزد نوشته. وای بتمن مرده. بتمن که همه رو میزنه چبرچلاق میکنه. عجب چه بتمنیه. دستم خوزد. ای بابا بفرستیمت بیرون. نه واسه بزنم. نه الکی سامان تو مشکوک. ای میخواستم بنویسم او رو داشتم
سامان مشکوک میزنه، خیلی زیاد. از نظر من سامانه. خب همه به سامان رای بدیم. من گفتم سامان، همه رای دادن، هیچ کس به من رای نداد. پرفکت، خدافظ. اینطوری هم مرد. برق بر من که خاموش نی. 3 نفریم یعنی اینه اونه. سبز برو سبز وای برم کن برم کن وای برم بزنم وای بادا دارم میاد دنبال رکسو دون بالم بود خب دنبالم بود. وای این خود من خودتو به چیز نزن. قهوه بابا، قهوه چیه؟ قهوه اصلا تو بازی نیست، باگ خورده بازی. این بازی همش باگه. کی؟ ای بابا سبز بزنم. سبز خودتی صورتی دنبالم بود. چرا این چی دروغ میگی؟ تو دنبال من بودی؟ ای تو دنبال من بودی؟ اینه چی؟ عجب این باره. بیشون نمیشه. نه بیشون رای میدم. اصلا قهوه چه بازی این چطور؟ اصلا باک خورده. وای خاک تو سرم. من به فقط بازی رای دادم. خاک تو سرم. نه واقعا اون بود. بچه ها فکر کنم از بازی خوشتون اومد باشه. وایسید میخوام بهتون نشید بدم. اینا اینجا میتونی دستتون رو حس کنی. حفظم اما من لباس ندارم که لباس کنم. با بخرم میخرم حالا که اینجا سرازی کردنش دیگه خودت چیزه تقلب نمید. این هم داره من باسو چیز میده، یاد میده. یا هم نفوذی میگه بازی نفوذ درباره تشخیص دوست و دشمن که در هر بازی به 2 گروه تقسیم میشه. اینم مثل خود امون باسی دیگه، همه چیز باسی دیگه. حالا بچه ها امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی دیگه خدافظ. هی لایک یادت نره. خب همین پاس هنوز لایک نکردی؟ لایک بکن بابا. من دنبال یه نفرم تا بکشمش. اگه لایک بکنی ویدیوی جدیدم میذارم، باور کن. تا ویدیوی دیگه خدافظ. اما لایک یادت نره. وگرنه مثل این میام سراغت. خدافظ.